پیامبر انتقام نگرفت و اجازه انتقام نداد. مکه را مکانی مقدس خواند. کسی نباید در اینجا خون بریزد یا درختی بیندازد یا موجودی را در مکه بیجان کند. به زودی تمامی عربستان روی به اسلام آوردند، نه فقط به پرستیدن خداوند یکتا، بلکه به قوانین جدید، آداب و تفکر اسلامی. پیامبر اکرم زنده مانده بود تا نتیجه کارش را ببیند، ولی حالا سنگینی مرگ را احساس می کرد. کاری بزرگ از رسالتش باقی مانده بود. مردم را گرد خود خواند و برای آخرین بار سخن گفت. پیام تسلیم شدنش به خداوند و انسانیت به بشر. تمام انسان‌ها خوب گوش کنید. شاید زمان زیادی در کنار شما نباشم. ضعفایی بین شما هستند. از آنچه می‌خورید به آنها هم بدهید. از لباس خود آنها را هم بپوشانید. به پیشگاه الهی خواهید رفت و میبایست جوابگوی اعمال خود باشید. آن عده که حضور دارند به آنها که غایب هستند بگویند شما همه فرزندان آدم هستید و بهترین شما آن کسی است که خداشناستر است. به آنچه میگویم گوش فرا دهید. دشمنی های خود را کنار گذارید. بدانید که هر مسلمانی با سایر مسلمانان برادر است و تمامی مسلمانان با هم برادر. ارزش مسلمانان به نژاد و قبیله آنها نیست. هرگز از برادر خود چیزی نگیرید مگر آنکه به رضایت بدهد. ظلم نکنید و ظلم را بر خود نپذیرید. ای امت من هم بشر هستم و شاید فرشته مرگ به سراغم آید و مرگ را به من ارزانی دارد. کتابی برای شما به جای میگذارم، کتاب آسمانی، قرآن که نور است و هدایت. قافله حجاج از مکه حرکت کرد. نزدیک جفه به قدیر خم رسیدند. در اینجا پیامبر اکرم خطبه‌ای ایراد کردند. آغاز آن حمد خدا و بیان صفات کمال و قدرت باری تعالی و سپس خطاب به جمعیت فرمودند آگاه باشید که علی بن ابی طالب برادر من، وصی من، خلیفه من و امام است بعد از من. و در اینجا پیامبر آخرین آیات قرآن کریم را برای مردمش برخواند. پایان و اختتام کلام محمد نیست بلکه کلام خداوند است. من امروز حجت را بر شما تمام کردم و اسلام را برای شما به عنوان مذهب برگزیدم. پیامبر خدا روز 28 صفر سال 11 هجرت در سن 63 سالگی وفات نمود. بسیاری از پیروانش نتوانستند این واقعیت را بپذیرند. آیا پیامبر واقعا وفات یافت؟ لکن ابوبکر به مسجد رفت و گفت اگر کسی محمد را میپرستد باید بداند که او وفات یافته است و اگر کسی خداوند را میپرستد بداند که پروردگار زنده است و هرگز نمیمیرد. پیامبر را در مدینه در کنار مسجدش به خاک سپردند، ولی مذهبی که آورده بود جای خود را در قلب آدمیان باز نمود، دوام یافت، عالمگیر شد و هنوز مردم به مکه می آیند. مسلمانان جهان در جامه سفید احرام و همه یکسان در پیشگاه الهی، همه با هم در این مکان عبادت. افراد مختلف گرد هم می آیند تا با هم یک خدای واحد را بپرستند. الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على